دریای سیاه داستان یک عشق ناممکن و پرجنجال است. نفس وقتی یک دختر معصوم، خیالاتی و نوجوان بود، از طرف پدرش بر رئیس ظالمش ودت فروخته می شود. نفس تحت شرایط بسیار بد، با اینکه مریض است، از طرف ودت سالها زندانی می شود و تحت شکنجه قرار می گیرد. او زندانی بودن را فقط به خاطر پسرش یعید تحمل می کند و برای نجات او یک دنیای خیالی می سازد. سالها بارها و بارها کوشش می کند از آنجا فرار کند، اما هر بار شانس با او یاری نمی کند تا زمانی که طاهر پیدا می شود. رابطه کاری مشترک ودت همراه یک خانواده کارادنیزی زندگی نفس را تغییر می دهد، مثل موجهای تیز و دیوانه کارادنیز. طاهر و نفس وقتی یکدیگر را می بینند متوجه نبودند که آن لحظه در تقدیرشان نوشته شده بود. حتی شبی که نفس تحت شکنجه های ودت قرار داشت، یک بار دیگر تصمیم فرار را می گیرد. نفس با پسرش یعید مخفیانه سوار یکی از موترهای کاللی ها می شود و یک قدم به طرف برگشت به زندگی می ماند. در اولین صبح زندگی جدید خود را در کارادنیز پیدا می کند. نفس و یعید بعد از سالها برای اولین بار آزاد می شوند، اما قیمت این آزادی کم نبود. ودت به خاطر که باز هم در زندگی نفس مانند یک کابوس وارد شود، بر راه می افتد و به طرف کارادنیز حرکت می کند. طاهر به خاطر نجات نفس و یعید همراه ودت شروع به جنگیدن می کند و در جریان این اتفاقات ودت کوشش از بین بردن طاهر و کوشش دور کردن او از نفس را می کند، اما تقدیر اینها در زمانهای دور با هم بسته شده بود.